سلام دوستان، امروز 7 اسفند ماه 99 جاده تهران به سمت جنوب هستم. الان تقریبا 50 کیلومتر مونده به نائین. کلی ماشینای ضد شورش و نظامی و سپاه و اینم اضافه کنم که حدود 100 کیلومتر عقب‌تر هم نزدیک به 3-4 تا تانک بود رو کفی و اینا. نمیدونم چی بگم، فقط امیدوارم این حجم از ماشین و گارد و لوازم‌های امنیتی واسه سراغان و واسه جنوب کشور نباشه. شو وجه بخشداری عشار انت صوتكش دپیرا وا بلوچ بخشداری عشار بخشداری تابلو را گنده واجه کارا همیشه بجنیتی بالتا نیرو هوایی مرده کی هستا نیرو هوایی اختا ایشه دیما रहेगा